سلام. خوش اومدین به اولین ویدیو کانال خودتون یعنی جیم فکت. امروز همراه شما هستیم با یه ویدیو خیلی جالب با مطالبی جالب. اول ویدیو رو لایک کن و کانال خودتو ساب کن تا بریم برای ادامه ویدیو. ویدیو امروز راجع به عجیب ترین ورزش‌هایی است که تو دنیا وجود داره. تو دنیا ورزش‌های عجیب غریب زیادی وجود داره که شاید باور کردنی نباشن، اما طرفداران خاص خودشونو دارن. در ادامه چند تا از این ورزش‌های عجیب رو با توضیح بهتون معرفی میکنم. ورزش اول ورزش بزکشی است. بزکشی ورزشی سنتی و قدیمی از آسیای میانه به ویژه افغانستان و تاجیکستان هست که تو اون بازیکنان سوار اسب باید لاشه یه بزو از رو زمین بردارن و به نقطه مشخصی منتقل کنن. این ورزش به شدت خشنه و نیازمند مهارت زیاد تو اسب سواری و قدرت بدنیه. ورزش بعدی چوگان زیر آبه که نسخه از ورزش هاکیه که در کف استخر انجام میشه. بازیکن‌ها با ماسک قواسی، فین و دستکش یه توپ کوچیک و با استفاده از چوب‌های کوتاه در کف استخر به دروازه حریف هدایت می‌کنن. ورزش کیسه زنی ورزش عجیب دیگه‌ایه که این ورزش از مبارزه با بالش الهام گرفته، اما به شکل حرفه‌ای و با قوانین خاص در قالب مسابقات انجام میشه. بازیکن‌ها با بالش‌های سنگین شده به مبارزه با هم میرن. مسابقه و ورزش عجیب بعدی مسابقه حمل همسر هست. ورزشی که از فنلاند سرچشمه گرفته شده. تو این مسابقه مردا باید همسرشون رو با سبک‌های مختلف، مثلا همسرشو بذاره رو شونش و حمل کنه و از یه مسیر پر از موانع عبور کنه. برنده کسیه که مسیر رو تو کمترین زمان طی کنه. ورزش عجیبی دیگه ای هم که وجود داره به اسم کشتی شستی. تو این ورزش عجیب شرکت کننده ها با انگشت شست پا مبارزه میکنن. هدف اینه که پای حریفو به زمین بچسبونن و این ورزش بیشتر تو انگلستان رایجه. وای، این ورزش عجیب دیگه که اسم شطرنج بوکسه. این ورزش ترکیبی از شطرنج و بوکسه. بازیکن‌ها باید به تناوب یه راند شطرنج و یه راند بوکس بازی کنن. برنده کسیه که حریفو یا تو شطرنج کیشو مات کنه یا تو بوکس حریفشو ناک اوت کنه. و ورزش آخر شیرجه تو گل و لای. این ورزش توی ولز خیلی رایجه. ورزش به این شکله که شرکت کننده ها باید از یک ماسک قواسی و لوله های تنفسی تو کانالای پر از گل و لای شنا کنن و مسیر رو تو سریع ترین زمان ممکن طی کنن. هر کدوم از این ورزش‌ها ریشه های فرهنگی یا تاریخی خاصی دارن و نشون دهنده تنوع جالب تو سرگرمی‌های بشری هستن. شما بگین که کدوم ورزش براتون از همه جالب‌تر بود. خیلی ممنونم از نگاه گرمتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بود. منتظر فکت ها و ویدیوهای بعدی باشین و یادتون نره ویدیو رو لایک کنین و کانال خودتون رو ساب کنید.